خسته نشدی اینقدر کلاس رفتی و کتاب خوندی و از این و اون سوال کردی برای اینکه یه زمان حال کامل رو یاد بگیری؟ الکی اینقدر نگرد، جوابت اینجاست. توی 3 ویدیو انقدر ساده بهت آموزش دادم این زمان رو که حتی اگه بخوای هم نمیتونی یاد نگیری. سلام، علیرضا هستم. خوش اومدید به انگلیفایل. تا انتهای این ویدیو یاد میگیرید که کاربرد سوم زمان حال ساده چیه، کلی مثال روزمره ازش میبینید و نحوه شکل دادن جملاتش رو هم ریویو میکنیم. پس بزن بریم. خب توی 2 ویدیوی قبلی کاربرد اول و دوم زمان حال کامل رو با هم بررسی کردیم و حالا نوبت رسیده به کاربرد سوم که میشه گفت کاربرد خیلی مهم و رایجیه. یه موقعیت رو در نظر بگیرید که در اون یک اتفاق یا یک شرایطی در زمان گذشته شروع شدن و ادامه دار بودن تا زمان حال، یعنی تمام نشدن. به عنوان مثال من حدود 14 سال پیش شغل فعلیم یعنی آموزش زبان رو شروع کردم. از 14 سال پیش تا الان من مشغول به این کار بودم و توقفی نداشته، شغلم هم عوض نکردم. یه مثال دیگه، من خونه‌ای که الان توش زندگی میکنم رو هم حدوداً همون 14-15 سال پیش موو کردم بهش و از اون زمان تا حالا توی اون خونه زندگی میکنم. جابجا نشدم، خونم رو عوض نکردم. از چند دقیقه پیش توی گذشته که آماده شدم این فیلم برداری رو انجام بدم و این ویدیو رو برای شما بسازم تا الان هنوز جلوی دوربین نشستم و فیلمم رو متوقف نکردم. این 3 مثالی که دیدید مثالاییه که نشون میده اتفاقاتی میتونن در گذشته شروع بشن و ادامه دار باشن تا زمان حال و این دقیقاً همون چیزیه که ما توی استفاده سوم از زمان حال کامل میخوایم با هم بررسیش کنیم. اگر اتفاق یا شرایطی که به انگلیسی میشه states یا actions، states همون شرایطی هستن که توی معناشون فاقد عمل خاصی هستن. مثلا شناختن یه نفر، من اگر یه نفر رو بشناسم در عمل کاری انجام ندادم، این یه حالت ذهنیه. یا اگر یه وسیله ای رو داشته باشم مثل یه تلفن همراه، کار خاصی انجام ندادم، اون وسیله رو دارم، مالکیت چیزی، عملی در معناش وجود نداره. به اینها میگیم states و کارهایی که در واقع انجام میشن و شما میتونید به چشم ببینین که یه کاری داره انجام میشه، مثل غذا خوردن، مثل دویدن، راه رفتن، نشستن. اینا چیزایی هستن که ما بهشون میگیم actions یا عملها. حالا اگر state یا اکشنی توی زمان گذشته شروع بشه و تا زمان حال ادامه داشته باشه، یعنی اون لینک بین گذشته و حال توی این معنا هم برقراره، ما برای توصیف این شرایط از زمان حال کامل یا present perfect استفاده میکنیم. I have lived in this house for 15 years. I have lived in this house for 15 years. من 15 ساله که توی این خونه زندگی میکنم. اما بریم مثالای روزمره و کاربردی بیشتری رو با هم ببینیم و بررسیشون کنیم. I have lived in Isfahan since I was born. I have lived in Isfahan since I was born. اگه خلاصش کنم میشه I've lived in Isfahan since I was born. از زمان تولدم توی اصفهان زندگی کردم. هنوزم اینجا دارم زندگی میکنم. She's worked at that company since 2020. She's worked at that company since 2020. از سال 2020 توی اون شرکت کار میکنه. هنوزم اونجاست. We've known each other since high school. We've known each other since high school. ما از زمان دبیرستان همدیگر رو میشناسیم. I've studied English for 3 years. I've studied English for 3 years. 3 ساله که دارم انگلیسی میخونم. هنوزم میخونم. He's been married for 10 years. He's been married for 10 years. 10 ساله که اون آقا متأهله و هنوز هم توی زندگی زناشوییش هست. They've had this car since 2015. They've had this car since 2015. از سال 2015 اون ماشین رو دارن. I've been here since morning. I've been here since morning. من از صبح تا حالا اینجام. She's lived in London for a long time. She's lived in London for a long time. مدت طولانیه که توی لندن زندگی میکنه. We've waited for you for an hour. We've waited for you for an hour. 1 ساعته که منتظر تو هستیم. I've taught English since I was 18. I've taught English since I was 18. از 18 سالگی زبان انگلیسی درس دادم. I've studied for my exams for the past 3 days. I've studied for my exams for the past 3 days. 3 روز گذشته برای امتحانام درس میخوندم. هنوزم دارم میخونم. I've had this phone for 2 years. I've had this phone for 2 years. 2 ساله که این تلفن همراه رو دارم. 2 سال پیش خریدمش، از اون موقع تا الان دارمش. عوضش نکردم. She's been sick since last week.
She's been sick since last week. از هفته گذشته تا حالا بیماره. We've lived together since 2018. We've lived together since 2018. از سال 2018 تا حالا با هم زندگی کردیم. I've loved coffee since I was a teenager. I've loved coffee since I was a teenager. من از نوجوانیم عاشق قهوه بودم. My parents have supported me all my life. My parents have supported me all my life. پدر مادرم همیشه حامی من بودن. He's been a teacher for 25 years. He's been a teacher for 25 years. 25 ساله که به شغل معلمی مشغوله. She's played the piano since she was 5. She's played the piano since she was 5. از 5 سالگیش پیانو میزنه. اگر این ویدیو تا اینجا براتون مفید بوده و چیزی به دانستهاتون اضافه کرده، خیلی ممنون میشم اگر که لایکش کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوهای گرامر بعدی جا نمونید. اما بریم یه نگاهی بندازیم به 2 تا کلمه‌ای که توی زمان حال کامل با این کاربرد علل خصوص خیلی پر استفاده‌ان. since و for. کلمه since و for که به ما کمک میکنن نشون بدیم برای چه مدتی یا از چه زمانی اون اکشن در جریان بوده، در واقع میان ابتدا و طول بازه رو به ما نشون میدن. یعنی چی؟ یکم با هم دقیق‌تر بررسیش کنیم. خب ببینید هر بازه‌ای، مثلا یه بازه زمانی که ما اینجا باش کار داریم، یه ابتدا داره و یک طول داره. ما میدونیم که توی چه نقطه‌ای شروع شده و میدونیم که از اون زمان تا حالا چقدر گذشته. مثالایی که من زدم بهتون گفتم 14 سال زبان انگلیسی تدریس کردم یا 15 سال توی خونه فعلیم زندگی کردم. خب این 15 سال نشون میده که من طول مدت رو میدونم. 14 سال نشون میده که من میدونم چه مدت طول کشیده. همچنین میدونم که چه زمانی شروع شده. یعنی اگر که یه حساب کتاب بکنیم میبینیم که سال مثلا 1390 یا 2011 بود اگر اشتباه نکنم که من شروع به تدریس کردم. توی زبان انگلیسی ما ابتدای بازه رو با since مشخص میکنیم و طول بازه یعنی مدتش رو با for. بنابراین میگیم از سال 2011 since 2011 به مدت 14 سال for 14 years به مدت 14 سال تدریس کردم یا از سال 2011. توی جمله اگه بخوام بیانش بکنم میشه I've been a teacher since 2011 or I've been a teacher for 14 years. به مدت 14 سال تدریس کردم. یه مثال دیگه. میخوام بگم من از زمان تولدم توی اصفهان بودم. I have lived in Isfahan since. خب از چه زمانی؟ از وقتی که به دنیا اومدم. توی این مثال بعد از since یک کلاز یا عبارت داره استفاده میشه. I was born. زمانی که به دنیا اومدم. پس اگه بخوام بگم از زمانی که به دنیا اومدم میگم since I was born. Since I was born. I have lived in Isfahan since I was born. از وقتی که بچه بودم. Since I was a kid. Since I was a kid. از وقتی که ازدواج کردم. Since I got married. Since I got married. زندگی خوشحالتری دارم از وقتی ازدواج کردم. I've had a better life since I got married. For رو هم میتونم برای مدت استفاده کنم. همون مثال زندگی توی اصفهان رو میتونم بگم I've lived in Isfahan for 32 years. I've lived in Isfahan for 32 years. به مدت 32 سال توی اصفهان زندگی کردم. توی این ویدیو یاد گرفتیم که اگر بخوایم بیان کنیم که یک اتفاق از زمان گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده و نمیدونیم که حالا توی آیندهم ادامه پیدا میکنه یا نه، از زمان حال کامل یا همون present perfect به خوبی میتونیم استفاده کنیم. اگر با سایر استفاده های زمان حال کامل هنوز آشنا نشدید، من قبلا 2 تا ویدیو ساختم که کاربردهای دیگه‌اش رو هم به شکل مفصلی براتون توضیح دادم. لینکش رو براتون میذارم، میتونید اون 2 تا ویدیو رو هم تماشا بکنید. در مورد نحوه ساختن جملات توی زمان present perfect هم باید بگم که با اون استفاده‌های قبلی هیچ فرقی نداره و دقیقاً مثل اونا ساخته میشه. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.